شنوندگان و بینندگان محترم، فرزند ما اسمت نعمت الله و تخلص خال سال 2019 به روسیه رفته دیگر تا امروز اهل درکه است. از شنوندگان و بینندگان عزیز خواهش می نمایم که کسانی که درباره او چیزی را شنیدند یا او را دیدند با ما خبر دهید. سلام علیکم دوستان عزیز، شام بخیر، خداوند حفظتان کنه. فقط خواهش میکنم به خاطر پدر، به خاطر مادر که خیلی مجبور انسان میشود که چه در اینترنت در روی اکران برو یا نه. برادرمون نعمت الله که با تخلص خال 2019 آخرین بار با دادرش هم صحبت میشود، ای مترو لوبینو در کار میکرده است، بعد همین بیدرک میشه. ما الحمدلله تا 14 ساله 16 سال گمشدگیش هم یافتیم، یعنی خیلی بعضش خیلی یگان ارث بدن، بعضش اصلا مشکلات زندگی یگان قسم خوردگی بود دیگه. تا الحمدلله از زندانو از ترموها هم زنگ زدن، بعضش مردگی، خداوند مردگیش رحمت کنه. کسیش که برآمد خداوند سلامت باشن، کسیش که نیست التماس به پدر و مادر زنگ بزنید. اما خواهش میکنم به خاطر خدا، فقط به خاطر این پدر و مادر، یعنی پیر کمپیر که مجبور شد در روی اکران برای فرزند شو از سوزش دل گاب زیستین همین ویدیو را پاک کنید. یا خیرتم میبخشید همین خیتی رو نوشگیری ختونم، نوشگیری همون لایک و کامنت هم، اما نمیتونی خیر کرده اما ویدیو را بگذارم از برای خدا. این شوخی نداره، فقط درد به سر پروردگار، درد سر تو نبینم. خلق عزیزم، خلق سربلندم، اما وقتی که مجبور میشه درد فلاکت به سر میاد، بعد به قدری انسان میرسیده. مقصد من این شخصیت رو قطعی و خوردگی بدم تو درد به سرش نامد گو که بابا جان بخش کنی، منم همچنین بدم مثل هم خیتی رو و بخش منم ممکن خدا تو بخشه. و خاک فرزندش گذشته شی وقتی پیش ما اومد ما ببینید کمکش کردیم، بعد فهمید که چی است. خداوند درد سرتون نبینم، بتونی به خاطر این پدر ویدیو رو پاک کنی. من صورتاش مونده ایستادم تو همین برادر خال در جای باشه التماس پدر و مادر زنگ بزنی، نمره دادرشان. پدر خیلی سوخته است. خداوند صبر ته اهل بیت. السلام علیکم و رحمت الله. رحمت برای دستگیر تو یگان رکلام نمیزنم، التماس پاک کنی. همین ویدیو امروز روز دوشنبه چیست به خاطر این پدر است. خدا نگهدار.